امروز ما میخواهیم در برنامه در مورد رشد ساحه سیاحی در زمان پاندمی یک صحبت داشته باشیم. حساب کنید که ضرر اقتصادیاتی که یا ضرر اقتصادی که به شرکت‌های سیاحی رسوند این به 5 سال ممکن دوام کند. سیاحی داخلی هم این کاهش یافت. وقتی که سیاح نیست تشکیلات سیاحی هم درآمد ندارند. شرکت‌های سیاحی برای جلب مشتریان امکانات‌های آخرین خود را استفاده کرده ایستادند. ما اول باید سیاحی فکری منبع داخلی اول رشد کردن در کار. بعد ما میتونیم به سیاحی خارجی دعوت کرده کنیم. آموزش‌ها تشکیل کرده شد برای راهبردها، برای راننده‌ها. بسیاری تشکیلات‌ها از خوجند تا هفت‌کرگویم یا تا اسکندرکل یا تا علاوالدین خط سرای یک روزه یا 2 روزه دارند. که ما نتوانستیم در وقتش مجله رو دسترس کنیم. در سال رفته 2020 این درآمد قریب 4 مرتبه پایان رفت.